یه کار خیلی مهم بهت میگم انجام بده برای اینکه به اهدافت برسید. یه قانون داریم به نام 1-90-90 که رابین شارما تو کتاب خودش باشگاه 5 صبحیا مطرح میکنه. خیلی همین قانون مهمه. میگه یه هدفی که خیلی برات مهمه و خیلی ارزشمنده رو انتخاب کن. هر روز صبح زود 90 دقیقه برای اینکه به اون هدف برسی تلاش کن. حالا نیاز رو مطالعه کن، مباحثه کن، هر کاری نیاز انجام بدی انجام بده و این رو 90 روز ادامه بده. پس میشه 1-90-90. به شدت تو رو قدرتمند میکنه برای اینکه برسی به اهدافت. اما نکته اینه که این مهمه که شما این 90 روز رو انجام بدی و امتداد بدی به اون کاره. به صرف 1-90 جواب نمیده. یعنی شما یک هدف رو 90 دقیقه در یک روز انجام بدی، نه، باید 1-90-90 بشه. مخلصتم. یعنی